کشور رو از اداره رانتی خارج کنیم. خواست این دولت هم نیست، در همه دولت ها بوده، فقط جا به جا میشن. طراحی سیستم انرژی کشور مربوط به 40-50 سال پیشه. استفاده از کلمه ناترازی داره تخفیف موضوع میده. دنا رو الان تو بازار دارن میفروشن 1 میلیارد تومان، هولوش 1 میلیارد تومان. مشابه این ماشین رو از کشورهای توسعه یافته دارنده صنعت ماشین، کره، ژاپن، آلمان بخوایم این ماشین رو وارد بکنیم، مشابه این ماشین، هم کلاس این ماشین، میشه 500 میلیون تومان وارد کرد، به شرطی که دولت عوارض نگیره ها. چه اتفاقی میفته؟ من نوراللهی 1 میلیارد دادم دنا خریدم، 500 شو میدم یه ماشین خارجی میخرم، 500 میلیون تومان میمونه دست من. دولت همون داره به زور از اولش از من میگیره، یه جا میگیره، من اونو ندم. خب یا مستاجرم میبرم میدم پول پیش خونم، بنگاهی ها 103 حساب میکنن، 15 میلیون تومان از اجارم کم میشه. من 150 لیتر بنزین مصرف کنم، اگر دولت بنزین رو 30,000 تومان هم به من بده، میشه 4 میلیون و 500,000 تومان. همون 500 میلیون تومان رو بذارم تو بانک، 10 میلیون بهم میده، 5 و 500 هم سود کردم. درست. یکی میاد اینجا میگه که آقایون ایران خودرو، آقایون سایپا، شما برین خونه بشینید، من بیشترم به شما حقوق میدم. واقعا به ازای 60,000 نفر، پس بقیه ماها چی؟ این همه جوون دیگه‌ای که هستن چی؟ مگه فقط 60,000 نفرن؟ ما رو در نظر نمیگیرن؟ دولت در سال 401 127 میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی داده. نفری در سال 1600 دلار. یه خانواده 4 نفره چقدر میشه؟ 5000 دلار. بله. این عدد میدونید یعنی چی؟ این عدد 3 برابر درآمد ماهیانه 70% کارمندای کشور. بیاد حقوق جهانی به مردم بده، قیمت انرژی رو هم جهانی بکنه. به والله اتفاقی تو این کشور نمیفته. هر چیزی هم مثل همه جای دنیای داره بشه. وضعیت ما مثل کسی میمونه که بسته های پول رو از کمد میاره میندازه داخل این بخاری چوبی قدیمی، دیدین؟ بله. به جای اینکه پول رو ببره از بازار زغال یا چوب بخره بیاره بریزه داخل بخاریش، بسته های اسکناس رو داره میسوزونه. من فکر میکنم اگر امروز دولت یه برنامه قابل ارزیابی و با پیشبینی دقیق همه رشدها در حوزه‌های مختلف اگر بنویسه، ما 10 سال حداقل زمان نیاز داریم که سیستم انرژی کشور رو از عدم تعادل به ناترازی تازه برسونیم. شبکه دانشگاه تهران، شبکه حکمت و فرزانگی.